دوستان گرامی، عبادت ها در دین اسلام یا بدنی اند و یا مالی و یا هم بدنی و هم مالی. نماز، روزه، تلاوت قرآن این عبادت های بدنی اند. حج عبادت هم مالی و هم بدنی است. اما زکات باشد عبادت مالی و خاص مالداران است. زکات یکی از ارکان و ستونهای دین اسلام بوده، رد کردن آن یعنی فرضیت آن را نپذیرفتن باعث از دین بیرون شدن شخص می گردد. فرضیت زکات با آیات قرآن و احادیث نبوی ثابت شده است. زکات در قرآن کریم در 26 آیه یکجا با نماز ذکر شده. قرآن بعد امر به نماز همواره به پرداخت زکات تأکید کرده است. خداوند در سوره بقره فرموده است: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید. سوره بقره آیه 43. اینچنین در سوره مؤمنون فرموده است: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. حقا که مؤمنان رستگار شده‌اند، آنانی که در نمازشان خشوع دارند و آنانی که از هر کار بیهوده روی می‌گردانند و آنانی که زکات را می‌پردازند. سوره مؤمنون آیه 1 تا 4. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: بنی الاسلام علی خمس شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صوم رمضان و حج البیت. متفق علیه. دین اسلام با 5 ستون بنیاد یافته است. گواهی دادن بر اینکه جز الله تعالی معبودی بر حق نیست و محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده اوست. برپا داشتن نماز، پرداخت نمودن زکات، روزه داشتن ماه رمضان، حج کردن خانه خدا. روایت امام بخاری و مسلم. زکات و صدقه مال را هرگز کم نمی سازد. باید مسلمان به وعده خداوند یقین داشته باشد که زکات و صدقات مال او را هرگز کم نمی سازد، بلکه خداوند در عوض زکات و صدقه او برای مال با برکت بیشتری عطا خواهد کرد. خداوند فرموده است: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. و هر مالی را که انفاق میکنید خداوند جایگزین آن را به شما عطا میکند و او تعالی بهترین روزی دهندگان است. سوره سبع آیه 39. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم نیز در حدیث در این مورد فرمودند: ما نقص مال من صدقه، رواه الترمذی. هیچ مال از صدقه دادن کم نشده است. روایت امام ترمذی. اینچنین زکات رشد دهنده اقتصاد است. وقتی مال مسلمان به نصاب برسد فرض است از آن زکات دهد. از این رو هر شخص صاحب مال کوشش میکند که مالش را در تجارت کار فرماید و درآمد به دست آورده از فایده مالش زکات دهد. زیرا اگر درآمد به دست نآورد هر سال زکات مال او را کم میکند. از این سبب زکات عامل قوی برای بکار درآمدن چرخه اقتصاد است. اینچنین زکات کامل سازنده دین مسلمان است. با پرداخت زکات دین مسلمان کامل می شود. زیرا زکات یکی از 5 رکن اسلام است که اگر یکی از این 5 رکن نباشد دین انسان پوره نمی گردد. زکات اثبات بر صداقت ایمان است. شخص زکات دهنده با برآوردن قسمت از مال خود ایمانداریش را اثبات می کند.
نام دیگری زکات صدقه است، یعنی صداقت ایمان زکات دهنده را افاده می کند. زکات شکر نعمت مال است. هر نعمت شکر خاص خود را دارد. نعمت علم آن را به دیگران رسانیدن است. نعمت جاه و منصب دست مظلوم و بیچاره را گرفتن است. نعمت مال باشد قسمت از آن را برای محتاجان دادن است. اینچنین زکات پاکسازی نفس است. پرداخت نمودن زکات سبب پاک گشتن نفس از صفت ذمیمه بخل می گردد. خداوند به پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب نموده فرموده است: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. از اموال آنها زکات بگیر تا به وسیله آنها را پاکسازی نمایی و پرورش دهی. سوره توبه آیه 103. زکات دادن سبب فراخ شدن رزق است. پرداخت زکات سبب بارشات و حاصل خیزی زمین ها و در نتیجه سبب فراخی رزق می گردد. نپرداختن آن باشد سبب قحطی هاست. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: ولم یمنعوا زکات اموالهم الا منعوا القطر من السماء. اخرجه ابن ماجه و الطبرانی. هر آن مردمی که از پرداخت زکات دست کشند از بارش باران محروم می گردند. روایت ابن ماجه و طبرانی.